خدای عادل و قدوس و متعال و یکتا ابدی و مهربان، تو را که سزاوار ستایش و پرستش هستی عبادت می کنیم و نام قدوس تو را می سراییم و برای رحمت و فیض عظیمت که در تمام روزهای عمرمان همراهمان بوده است تو را حمد می گوییم. خداوندا، تو شایسته پرستش و تکریم و ثنایی. استدعا داریم که به ما روح پرستش و نیروی ایمان عطا کن تا هر لحظه از زندگیمون رو به یاد تو و برای تو به سر بیاوریم. شکرت می‌کنیم که این فرصت را به ما داده‌ای تا در این ساعت از کلام مقدست طریق حیات و راستی را بیاموزیم و نیروی آسمانی را از تو دریافت بداریم. خداوندا، استدعا می‌کنیم که در این ساعت افکار پریشان و ناامید و غم‌ها و گرفتاری‌های فکری ما را از ما دور کن و تماماً متوجه خودت بگردان تا آرامی و تسلی که در فکر کردن درباره تو هست ما را تسخیر کرده و به تو نزدیک تر بشویم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح، یگانه منجی زنده بشریت که طریق راستی و حیات ابدی را به ما آموخته است می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی حضرت ایوب، اقتباس از تورات مقدس. یاران مهربان و دوستداران خداوند، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که شعله عشق به خدا آنچنان در قلبتون شعله ور باشید که در این لحظه توجه خود را تماماً به کلام مقدس او کنید و تنها چیزی که در فکرتون باشه همان مهر خدا، عظمت و محبت او در زندگی روزمره‌تون و اشتیاق شنیدن صدایش. راستش این بستگی تمام به فردمون داره که آیا می‌خواهیم حقیقتاً عظمت و محبت و نوای آسمانیش را در این ساعت بشنویم یا نه. چون اگر مسیر فکریمون رو به طرف خدا بنهیم، خود خدای مهربان بدون شک و یقیناً با ما صحبت خواهد کرد و تعلیمات او ما را در هدف خوب و نیکو یاری می‌دهد. از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می‌کنید و برامون نامه می‌نویسید و ما را در وظیفه شرعیمون تشویق و ترغیب می‌نمایید سپاسگزاری کرده و همونطور که خدمتتون بارها عرض کردیم ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی نیز می‌دهیم و در برنامه‌های خود نیز به سوال‌های شما پاسخ خواهیم داد. تمنایی که دارم اینه که لطفاً همیشه آدرس خودتون رو به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم بفرمایید که کمک بزرگی در تسریع پاسخگویی به نامه‌ها می باشد. اگر شما صدای ما را میشنوید و از برنامه‌های ما فیض برده و در قلبتون احساس میکنید که خداوند با شما از طریق این برنامه‌ها صحبت میکنه و شما رو به خدا نزدیکتر میکنه، خیلی خوشحال میشیم که از شما نیز نامه دریافت کنیم. حالا با بیان این مقدمه ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به 18مین قسمت بگشایید تا از کتاب ایوب، زندگی این مرد خدا، مرد صبور را با یکدیگر مطالعه نموده و نه فقط شاهد قدرت خدا در زندگی این مرد آسمانی بشویم که صبرش ضرب المثل در جهان شده است، بلکه از دستورات و کلمات او الهام یافته و زندگی خود را مطابق اراده خداوند اصلاح سازیم و برای او زندگی کنیم. در برنامه این ساعت از فصل 38 دنباله کتاب ایوب را از تورات مقدس مطالعه می کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. در فصل 37 ملاحظه کردیم که یاران ایوب او را در حالت بسیار غم انگیزی رها می کنند. ایوب همه هستی و دار و ندارش و حتی فرزندانش را از دست داده بود و بدنش سراسر از دمل‌های چرکین پر شده بود و پوست بدنش ترک خورده بود و کرم زده بود.
او از خدا یکتا گله و شکایت داشت که ای خدا، چرا من که گناهی مرتکب نشدم، من که تو را دوست داشتم، من که عدالت و انصاف را مراعات کردم و در پاکی و ترس تو ای خدا زندگی کردم و یتیمان را یاری دادم، بیوه زنان را مساعدت نمودم و مردم را کمک کردم و همه را ارشاد می نمودم، چرا ای خدا من باید گرفتار وحشتناکترین مصیبت‌ها و مرض و شدیدترین دردها بشم؟ ایوب با دلیل و برهان بشریش ثابت می کند که خدا نسبت به او انصاف و عدالت را اجرا نکرده است، بلکه به ناحق او را به این بلاها و بدبختی گرفتار ساخته است، زیرا در خودش گناهی نمیدید که مرتکب این همه مصیبت و بدبختی باشه. و سوال دوم ایوب این بود که خدایا، چرا شریران و ظالمان در ناز و نعمت زندگی می‌کنند و صادقان و پاکان در بدبختی و زجر و بلا را دائما نصیب خودشون می‌گردانند؟ و دوستان عزیز، این دو سوال ایوب بدون شک سوالهای من و شما نیز در زندگی میباشه. چرا؟ چون وقتی احساس میکنیم ظلمی به ما شده و به ناحق بلایی به سرمون بیاد، اولین حرفمون اینه که خدایا چرا؟ خدایا چرا؟ ای خدا، من که بدی نکردم که تو این بلا رو به سر من آورده ای. پس چرا این بلا را به سر من آورده ای؟ و با این نوع صحبت کردن در حقیقت خدا را متهم به بی انصافی میکنیم. و سوال دوم هم وقتی میبینیم که در اجتماع عدالت و انصاف مراعات نمیشه، از خودمون میپرسیم که خداوندا، پس تو که خدای عادل هستی چرا عدالت را اجرا نمی‌کنی؟ چرا باید این همه ظلم و ستم باشه؟ چرا مقدسان و بیگناهان و ایمانداران باید زجر بکشن؟ جواب این دو سوال غالباً برای همه ما تقریباً مجهول می باشه. چرا؟ چون بیشتر وقتا خدا جواب ما را در آن لحظه نمی دهد. اما از فصل 38 خدا یکتا با کلامش از ایوب سوالهایی می کند که جواب سوالهای ما در آن نهفته است. فراموش نکنید که در این لحظه ایوب چنین احساساتی داشت، یعنی این دو سوال در فکرش بود، سوالهایی که من و شما نیز غالباً در زندگی می کنیم. میگویند معلم خوب معلمی است که حالت و موقعیت محصل را دانسته و در جایی که گیر کرده است او را یاری بده و شروع به تعلیم دادنش کنه تا دانش آموز را به جایی که خودش میخواهد برسونه. و دوستان عزیز، خدای مهربان نیز با نوع کارها و تعلیماتش در حقیقت نشان میدهد که معلم خوبی برای من و شما میباشد. و عیسی مسیح که خود استاد بود، بهترین معلم و راهنما برای ما در زندگی است، زیرا وقتی که زندگی او را مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که او به دردها و ضعف‌ها و مشکلات و موانع زندگی ما اشاره کرده است. هر وقتی که مثلی یا داستانی را بیان می‌کرد تا مردم را تعلیم بدهد، او داستان و مثل را مخصوصاً حالتی رو بیان می‌کنه و تشریح می‌کنه که شنوندگانش در آن موقعیت بودند. و حالا نیز خدا یکتا در این آیات همانند یک معلم خود را زمانی به ایوب ظاهر می کند و به او پاسخ می دهد که ایوب یکه و تنها بود، ناامید و افسرده بود، به اصطلاح گیر کرده بود در افکارش و فقط آرزوی مرگ رو برای خودش می کرد. چرا؟ چون می دید که هیچ یار و یاوری نداره و حتی خدا نیز دعای او را پاسخ نداده بود و سوالهای او بی جواب مانده. و حالا خداوند در موقعی که ایوب حقیقتا خود را اسیر و یکه و تنها و ناامید می‌بینه، به او ظاهر میشه تا ایوب را یاری بدهد، عیب‌ها و ضعف‌های او را برطرف کنه و او را به مقامی که خود خدا می‌خواهد برسوند. ایوب خدا را هم مسئول بدیها و مرض‌هایی که نصیب شده بود می‌دانست. در چنین حالت و موقعیتی است که خدا خود را به ایوب آشکار می‌کند. و دوستان عزیز، آنچه که خداوند به ایوب میگه آنقدر عمیق و پر از معنیه که من از حالا باید اعتراف کنم قادر به تفسیر و تعلیم آن نمی باشم. ولی دعا میکنم که شما نیز از خدا یکتا بخواهید که با عطا کردن روح القدسش خود او شما را تعلیم بده و در درک معنی این آیاتی که خدا با ایوب صحبت میکنه رو بفهمید. در حالی که رعد و برق و گردباد طبیعت را به شورش درآورده بود و ابرهای سیاه ناامیدی و یأس ایوب را افزونتر ساخته بود، خدا ایوب را خطاب می کند و پس از مدت طولانی ایوب صدای خدا را می شنود. به 12 آیه اول از فصل 38 توجه فرمایید. این گفتار خداوند یکتا می باشد. می گوید
و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب کرده گفت: کیست که مشورت را از سخنان بی علم تاریک سازد؟ الان ای ایوب کمر خود را مثل مرد ببند، زیرا که از تو سؤال می نمایم، پس مرا اعلام نما. وقتی زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ بیان کن اگر فهم داری. کیست که آن را پیمایش نمود اگر میدانی؟ و کیست که سنگ زاویه‌اش را نهاد؟ پایه های زمین بر چه چیز گذاشته شده است؟ هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند. و کیست که دریا را به درها مسدود ساخت وقتی که به در جست و از رحم بیرون آمد؟ وقتی که ابرها را لباس گردانیدم و تاریکی غلیظ را قنداقه ساختم و حدی برای آن قرار دادم و گفتم تا به اینجا بیا و تجاوز منما و در اینجا امواج سرکش تو باز داشته شود. دوستان، در این آیات خدا یکتا به عنوان خالق هستی‌ها در گردباد به ایوب ظاهر می شود. ایوب بارها در بحث‌های خود گفته بود که ای کاش خداوند علت بدبختی‌ها رو به من میگفت و ای کاش خدا را میتوانستم پیدا کنم تا با او به جر و بحث بپردازم و سوالهای خودم را از خدا بکنم که چرا به طور ناحق اجازه داده من مصیبت بکشم. حالا خدا در حقیقت جواب دعای او رو میده. خدا به او ظاهر میشه و از ایوب سوالهایی میکنه که سبب پاسخ یافتن او میشه. در آیه 3 و 4 خداوند میگوید: ای ایوب، اگر خیال میکنی که حکیم هستی و فهم داری، به من بگو که وقتی زمین را خلق کردم تو کجا بودی؟ چرا حرفایی میزنی ای ایوب که خالی از حکمت آسمانی است؟ ببینید دوستان عزیز، ایوب حکیمانه صحبت میکرد، البته از نظر منطق انسانی. او بسیار حکیمانه رفتار کرده بود و با دلیل و منطق حجت اقامه نموده بود، اما از نظر خدا، و یا بهتر بگم از نظر حکمت خدایی یا دید خدایی، آنچه که بشر حکمت می‌خواند حماقت محسوب می‌شد. زیرا حکمت واقعی از جانب خداونده و نه بر اساس عقل محدود بشری. در آیه 7 خدا میگوید که وقتی دنیا را خلق نمود، در آسمان سرور و شادی ترنم نمود و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند، که مقصود از پسران خدا همان موجودات آسمانی و یا فرشتگان می باشد. خدا به ایوب میگه: ای ایوب، تو کجا بودی وقتی که جهان را خلق کردم؟ وقتی که قانونها در طبیعت و امواج دریا نهادم و برای آنان محدودیت‌های قائل شدم، تو کجا بودی؟ و از آیه 12 از ایوب سوال می‌کند، میگه: آیا تو خالق هستی که این گونه حرفا میزنی و مرا محکوم به عدم رعایت عدالت میکنی؟ به طوری که میفرماید: آیا ای ایوب، تو از ابتدای عمر خود صبح را فرمان دادی و فجر را به موضعش عارف گردانیدی تا کرانه‌های زمین را فرو گیرد و شریران از آن افشانده شوند؟ آیا به چشمه‌های دریا داخل شده یا به عمق‌های لجه رفته ای؟ آیا درهای موت برای تو باز شده است یا درهای سایه موت را دیده ای؟ آیا پهنای زمین را درک کرده ای؟ خبر بده اگر این همه را میدانی. این آیات نشون میده که خدا برای اثبات وجودش و قدرت و عظمت لایتناهیش طبیعت را به عنوان دلیلی برای وجود خود به ایوب آشکار میکنه. میگه در اینجا میگه: ای ایوب، تو به من بگو اگر حکمتت زیاده، تو این چیزها را خلق کردی؟ تو اصلا میدونی چطور من این چیزها را خلق کردم؟ خدا از طریقهای کار خلقت دوستان عزیز حضور خودش رو به مردم آشکار کرده و می کند و به وسیله طبیعت با انسانها صحبت کرده و می کند. و به قول سعدی: هر برگ درخت از نظر هوشیار سخن راند از معرفت کردگار. به یاد داشته باشید که در زمان ایوب نه شریعت آسمانی عطا شده بود و نه کتاب آسمانی در این عالم بود، بلکه مردم به وسیله طبیعت و به وسیله الهام حضور خدا در زندگیشون وجود خدا را پذیرفته بودند. ایوب در برابر سوالهای خداوند هیچ چیزی نداشت که بگه. از ازل بودن خدا بر ایوب آشکار بود
و میگوید ای ایوب تو هنوز هیچ چیزی از عالم اموات و خلقت نمیدانی. خیال میکنی که همین چیزها را میدانی. تو خودت را عارف دانستی، اما اینطور نیست ای ایوب. از آیه 21 میخوانیم خدا به ایوب میگوید البته میدانی، چون که در آن وقت مولود شدی و عدد روزهایت بسیار است. آیا به مخزنهای برف داخل شده ای و خزینه های تگرگ را مشاهده نمودی که آنها را به جهت وقت تنگی نگاه داشتم، به جهت روز مقاتله و جنگ؟ کیست که باران را میباراند تا بر زمین که کسی در آن نیست ببارد و بر بیابانی که در آن آدمی نباشد، تا زمین ویران و بائر را سیراب کند و علفهای تازه را از آن برویاند؟ ای ایوب، آیا باران را پدری هست؟ یا کیست قطرات شبنم را تولید نمود؟ و دوستان، جواب ایوب به همه این سوالها که خداوند از او کرده است این است که ای خداوند، این تو هستی که این چیزها را خلق کرده ای و تو آنان را در اختیار خود داری. من هیچی نمیدانم. از آیه 33 باز خدا از ایوب سوالهایی میکنه. دوستان، این سوالها را از آن جهت خدا میکنه تا به ایوب بفهماند که همه چیز را نمیداند و آن حکمی که صادر کرده است، آن منطق و دلیلی که داره و یا نتیجه‌ای که بر اثر طرز فکرش به دست آورده درست نمی باشه و نباید خود را دانای کل دانسته و در حکم و قضاوت خیش نتیجه گیری کند و خدا را متهم به بی‌انصافی کند. و دوستان، این برای ما بسیار مهمه. چرا؟ چون وقتی که ما میگیم که گناه بودیم و بی‌عیب بودیم و خدا این بلا را همینجوری به سر ما آورده و یا بی‌انصافی شده، آن وقت در حقیقت داره میگیم خدایا من همه چیزو میدونم و تو نمیدونی، و یا خدایا من میدونم که اینطوره، 100% اطمینان دارم، حکم من راسته، عقل من به من میگه که من گناهی نکردم، پس توی خدا این بلا را از روی ظلم و بی‌انصافی بر من آوردی. درست حرفی که ایوب میزد. حالا خداوند با بیان این سوالها داره به ایوب آشکار میکنه که ای ایوب، درسته که خیال میکنی همه چیزو میدونی، ولی این چیزها را نمیدونی و نباید خود را دانای کل بدانی و در حکم و قضاوت خودت فوری نتیجه گیری کنی. باز خدا از ایوب سوالهایی میکنه. میگه که تو که خودت را حکیم میپنداری به من بگو آیا قانونهای آسمان را میدانی؟ جواب ایوب اینه که البته که نه. یا آن را بر زمین مسلط میگردانی؟ باز خدا سوال میکنه آیا آواز خود را به ابرها میرسونی تا سیل آبها تو را بپوشاند؟ آیا برقها را میفرستی تا روانه شوند و به تو بگویند اینک حاضریم؟ مقصود این آیات اینه که ای ایوب، آیا تو مسئول این چیزها هستی و تو صاحب اختیار آنهایی و آیا تو میتونی بر اینها مسلط باشی؟ و جواب ایوب اینه که نه، البته که نه ای خداوند، بلکه این همه چیزها در اختیار توست. یعنی ایوب میگه من هیچ کاره هستم. از آیه 36 خدا سوالهایی از ایوب میکنه که ایوب در جواب همه آنها میگوید نه ای خدا، فقط تو هستی. خدایا فقط تویی که توانایی و مطلقی و همه چیز را در اختیار دارید. به طوری که میگوید خدا از ایوب سوال کرده، گفت کیست که حکمت را در باطن نهاد؟ کیست که حکمت را در باطن نهاد یا فتانت را به دل بخشید؟ کیست که با حکمت ابرها را بشمارد و کیست که مشکهای آسمان را بریزد؟ چون غبار گل شده جمع می شود و کلوخها با هم می چسبند. آیا شکار را برای شیر ماده صید می کنی و اشتهای شیر ژیان را تو سیر می کنی؟ حینی که در مأوای خود خیشتن را جمع می کند و در بیشه کمین می نشیند؟ کیست که غذا را برای قراب آماده می سازد وقتی بچه‌هایش نزد خدا فریاد برمی آورند و به سبب نبودن خوراک آواره می گردند؟ آیا وقت زاییدن بز کوهی را می دانی ای ایوب؟ یا زمان وضع حمل آهو را نشان می دهی؟ آیا ماهایی را که کامل می سازند حساب توانی کرد؟ یا زمان زاییدن آنها را می دانی؟ بچه‌های آنها قوی شده در بیابان نمو می‌کنند و می‌روند و نزد آنها برنمی‌گردند، زیرا من از آنها نگاهداری می‌کنم. دوستان عزیز، در این آیات خداوند با سوالهایی که از ایوب میکنه نه فقط بزرگی و عظمت و جلال خود را آشکار میکنه، بلکه به من و شما نشان میده که چقدر از آنچه که خدا انجام داده بی اطلاع هستیم، چقدر در خلقت پروردگار چیزهایی است که ما بدون نظر کردن و بدون توجه به آن در حقیقت از وجودشان سوء استفاده میکنیم.
در خلقت خدا اسرارهای بسیار زیادی نهفته که هیچ یک از ما هنوز ذره‌ای از آن اطلاع نداریم. تمام این سوالهایی که خدا از ایوب کرده را امروز خداوند از من و شما نیز میپرسد و البته من و شما همون جواب را خواهیم داد که ایوب به خداوند داد که خدایا ما هیچ چیزی نمیدانیم. متاسفانه دوستان، جهان ما را وامی دارد که بپذیریم خیلی چیزها را میدانیم و دانشمندیم و خیال میکنیم خیلی معلومات داریم. البته اگر معلومات خود را با انسانهای نسل گذشته مقایسه کنیم، بله خیلی چیزها را میدانیم و چه بسا 100 برابر نسل گذشته هم بیشتر میدانیم. اما نسبت به معلومات و حکمت خداوند هنوز هیچ چیزی نمیدانیم. میگویند هر 3 سال معلومات بشر 2 برابر میشه. حتی اگر این امر صحت داشته باشه و معلومات ما هم بسیار زیاد باشه، باز من و شما در برابر سوالهای پروردگار که از ایوب کرده بی جواب خواهیم بود. قانونهایی که خدا در کهکشانها نهفته است آنقدر در هر موجودی میتونه اسرار آمیز و عجیب باشه که به راستی جز خداوند هیچ کس نمیتواند کلید این معما را داشته باشد. برای همه این معما هنوز مجهول است و حل نشده. خدا خدایی است که نه فقط کهکشانها را ساخته و به آن اهمیت میده و قانون و نظم در آن نهاده و همه چیز مطابق نقشه و اراده او میچرخد، بلکه دوستان همین خدا خدای طبیعت هم هست. و فصل 39 بهترین دلیل است که چگونه خدا بر همه چیز در طبیعت و خلقت نظارت دارد و مسلط است و اراده میکند هر آنچه که میخواهد انجام میدهد. نظر به این که دوستان ما غالباً به خلقت و نشانه‌های خدا در طبیعت و در اطراف خودمون زیاد توجهی نداریم، اجازه می‌خوام که با خواندن آیاتی از فصل 39 برنامه خود را به پایان برسانیم تا این بار وقتی که به طبیعت توجه می‌کنید متوجه دست پروردگار نیز باشید. خدا توجه ایوب را به چیزهای کوچک و به اصطلاح پیش پا افتاده جلب می کند تا به او نشان بدهد که اگر آدمی حقیقتاً با توجه به آنچه که پیش او هست توجه کنه، قادر به قدرت و عظمت خدا و به پوچی خودش پی ببره و می‌خواهد به ما ثابت کند که هرگز خیال نکنیم که عقل کل هستیم. هرگز خیال نکنیم که همه چیز را می‌دانیم و اینکه اگر به آنچه که در دور و برمون دقت کنیم نه فقط دست خدا را در آنها مشاهده خواهیم کرد، بلکه می‌بینیم که او یعنی خدا چقدر به ما نزدیک است. و خدایی که انقدر به ما نزدیک است و ما را دوست داره، امروز داره از من و شما دعوت میکنه که همیشه به او پناه ببریم و اطمینان داشته باشیم که او دعای ما را میشنود و مواظب ماست و بر اعمال و افکار و وجودمان نظارت کامل دارد. و دوست من برای شما دعا میکنم که در این ساعت به اطراف خودت دقت کنی و سعی کنی دست و قدرت خدا را در دور و بر خودت ملاحظه کنی و بدان که این خدایی که آنقدر به تو نزدیک تر است میخواهد با شما صحبت کنه، میخواهد زندگی شما را دوست من از هر خطری حفظ کند، میخواهد زندگی شما را پاک و مقدس کند، میخواهد شما را از نو به دنیا بیاورد و یا شما را موجودی تازه بگرداند تا دوست من شما در ملکوت خداوند شریک و سهیم بشوید. چون طوری که الان هستیم نمیتونیم با این حالت و با این نوع فکری که داریم، با این نوع زندگی گناه‌آلودی که داریم وارد ملکوت خدا بشیم و رستگار بشیم. باید اول با ایمان رستگار بشیم و بعد انتظاری رو داشته باشیم که خدا ما را برای مقاصد آسمانیش به کار ببرد. و دوست من، رستگاری عطیه‌ای است از جانب خدا که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح میتونید اون رو به دست بیاورید. به آیاتی از فصل 39 توجه کنید که پایان بخش برنامه ماست. خدا به ایوب میگوید: ای ایوب، شترمرغ را در نظر بگیر. بال شترمرغ به شادی متحرک می شود، اما پر و بال او مثل لقلق نیست، زیرا که تخمهای خود را بر زمین وا می‌گذارد و بر روی خاک آنها را گرم می کند و فراموش می کند که پا آنها را می فشارد و وحوش صحرا آنها را پایمال می کنند. با بچه‌های خود سختی می کند که گویا از آن او نیستند. منت او باطل است و متاسف نمی شود. و هنگامی که به پرواز به بلندی می کند، اسب و سوارش را استهزا می کند. آیا تو اسب را قوت دادی و گردن او را به یال ملبس گردانیدی؟ آیا تو او را مثل ملخ به جست و خیز آوردی که با خشم و غیظ زمین را می نوردد و چون کرانا صدا می کند نمی ایستد و یا وقتی که کرانا نواخته می شود شیهه می کشد؟ ای ایوب، آیا از حکمت تو است که شاهین می پرد
و بالهای خود را به طرف جنوب پهن می کند؟ آیا از فرمان تو است ای ایوب که عقاب صعود می کند و آشیانه خود را به جای بلند می سازد؟ بر صخره ساکن شده مأوا می سازد؟ بر صخره‌های تیز و بر ملاذ منی؟ از آنجا خوراک خود را به نظر می آورد و چشمانش از دور می نگرد. بچه‌هایش خون را می مکن و جایی که کشتگانند او آنجا است. در برابر تمام این سالها ایوب حتی یک جواب مثبتی ندارد که به خدا بگوید. هرقدر خدا اسرار خیش را که در خلقت و طبیعت نهاده است برای ایوب بیشتر آشکار می کند، ایوب بیشتر و بیشتر به ندانم‌های خودش پی میبرد و این امر او را به سوی فروتن شدن در برابر خدا هدایت می کند، راهی که من و شما نیز باید آن را طی کنیم. دوست من، در اینجا ملاحظه می‌کنیم که ایوب برای اولین بار متوجه می‌شود که هرچند خیال می‌کرد که عقل کل حکیم همه چیز رو می‌دونه، ولی حقیقتاً وقتی که خدا از او سوالای می‌کنه انگار هیچ چیزی نمی‌داند. یعنی دوست من و شما نیز بایستی این را بپذیریم که خیلی چیزهاست که هنوز هیچ نمی‌دانیم، پس فروتن شده و هیچ وقت خود را عقل کل ندانیم. خدا کند که فروتنی پیشه زندگی ما باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.